منیژه مرودی خواننده مکتب رقم پنجم دهه آبجووز یک دهه دوردست مربوط به شهر استرافشان روز 27 یولی سال 2024 در یک نامه سرکشوده به نام پرزیدنت تاجیکستان از امامعلی رحمون خواسته است تا برای عملی شدن آرزوی دانشجو شدنش به او دست یاری و مهربانی خود را دریغ ندارد. در این نامه که در شبکه‌های اجتماعیش جمله در فیسبوک نشر شد، منیژه نوشته است که در یک خانواده سنتی به وی رسیده است و از بس که برادرش قبلا مخالف تحصیل او بود، وی با یک از نزدیکانش را مویل کرد که حداقل مانع تا صنف 11 خواندنش نشوند. وقتی در صنف 9 می‌خواندم و از ادامه دادن تحصیل لب به سخن می‌گشودم، اکم با اصرار طلب میکرد که دیگر درباره خواندن لب نکشایم. من یک دختر دیوتیم. آخر با گریه و زاری لااقل تا صنف 11 ادامه دادن خواندنم را میپرسیدم. نوشته است منیژه مرودی در نامش به پرزیدنت. امسال منیژه مکتب میانه دهه‌شان را با بهای خوب و اعلی ختم کرد. در این بین برادر منیژه که مانع تحصیل او بود به خدمت عسکری دعوت شد و از قسم نظامیش در ولایت مختار کوهستان بدخشان نامش نوشته است که دیگر به ادامه تحصیل خواهرش راضی است و حتی به منیژه مصلحت هم داد است که دانشش را حیف نکند. دعای برادر منیژه را روبلند کرد و او امسال صنف 11 را با موفقیت با بهای خوب و اعلی انجام داده حجت‌هایش را به مرکز ملی تستی سپارید. اما یک کم اومدن بلهایش منیژه را بسا دلتنگ و نگران کرده است. ما در عائله عادی به کمال رسیدیم. کار دیگه برای ما دختران دیگه بسنده است، اما از حساب دختران صاحب معلومات نیاز داشتنش رو پیوسته احساس میکنم و از این سبب عهد کردم که خانم و در دیاتم آموزگار شوم. حالا همگی کمتر بال امتحانم کمی میکند و دلم از این بساط تنگ گشت. مبادا مثل دیگر دختران دیهات با این بهانه سبب پیدا شده مرا به نفر نامزد کنند. نامه به عنوانتون نوشتم، التماس میکنم مرا دستگیری کنید. نامه با قطره های اشک نوشته، امید دارم که مهربانی بابوگی خود را برایم ارزانی میدارید و دست مهربانی همیشگیتان جانب من نیز دراز میکنید. مرا به آرزوی عالی دانشجویی برسانید. پیشوای معظم ملت عزیز، ساعت به ساعت مژده خیر سرنوشتم را انتظار شده نامم را اینجا خاتمه میبخشم. نوشته است منیژه مرودی در نامش به امامعلی رحمون. بسیاری ها در زیر این نامه به منیژه مرودی برای چنین جسارت و عزمش برای ادامه دادن تحصیل آفرین خوانده از مسئولان وزارت معارف علم و دانشگاه آموزگاری تاجیکستان خواستند تا منتظر امر از بالا نشده به آرزوی دانشجو شدن این دختر شیردل دیوتی جامعه عمل بپوشانند. وقتی بحث و اطراف این نامه منیژه تازه اوج میگرفت، اکمل جان احراروف یک کارمند سوهای معارف استرافشان خبر داد که ریاست معارف شهر استرافشان پس از مطالعه این نامه به ختم کرده مکتب رقم 5 منیژه مرودجان در تماس شده با نتیجه امتحان داخلشوی او شنا شدند. بنا به اطلاع اکمل جان احراروف، منیژه از روی کمبیناسیون سه اختصاص زبان انگلیسی، زبان آلمانی و زبانهای معاصر خارجی خطای انگلیسی تحصیلشان رایگان حجت سپارید. 229 از 0184 بال گرفته است، ولی از بس که از 229 بیشتر بودن بال گزارش از اختصاصهای نام برده کامیاب نگردیده است. ولی افزود از احراروف، منیژه امکان دارد در تقسیمات تکراری اشتراک نماید. برای این او باید از 12 تا 15 آگوست در یکی از نقطه‌های ثبت نام از نو از قید گذارد. ریاست معارف شهر استرافشان وعده داده است که مسئله مذکور را پیگیری نموده در انتخاب اختصاصها در دوره از نو به قیدگیری به منیژه کمک و مساعدت می نمایند. اما کاربران نوشتند که خوب میشد اگر به منیژه امکان استثناء قبول شدن به دانشگاه را فراهم می آوردند تا دل شکسته نشود.